آیا هنوز هم بدون مجوز کار میکنی؟ این خبر تازه میتونه سرنوشت رو عوض کنه. سلام به همه بیننده ها و شنونده های عزیز همدم اینفو. امروز با یه خبر بسیار مهم برای مهاجرین افغانستانی که در ایران اقامت دارن همراه شما هستیم. خبری که ممکنه فرصت بزرگی رو برای خیلی ها ایجاد کنه. اگه شما هم در ایران زندگی میکنید و به دنبال شغل قانونی و مطمئن هستید، گوش دادن به این خبر میتونه اولین قدم شما برای ساختن آینده ای روشن باشه. از کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید و این ویدیو رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بگذارید. بر اساس اعلام منابع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، از این پس مهاجرین افغانستانی مقیم ایران میتونن از طریق کارفرمای واجد الشرایط ایرانی ویزای کاری قانونی دریافت کنند. حالا این تصمیم بخشی از برنامه‌های جدید ایران برای سازماندهی اشتغال اتباع خارجی هست. برنامه‌ای که در صورت اجرا به درستی هم به نفع مهاجرین خواهد بود و هم به سود بازار کار ایران. اما چطور میشه ویزای کاری دریافت کرد؟ باید یک سری مراحل رو طی کنید. وجود یک کارفرمای ایرانی معتبر، یعنی کسی که میخواد شما رو استخدام کنه، باید صاحب شرکت ثبت شده با پروانه کسب رسمی باشه و اینکه حداقل 3 کارگر ایرانی با بیمه فعال در محل کارش داشته باشه. داشتن گذرنامه الکترونیکی با اعتبار کافی الزامی هست. اگه پاسپورت ندارید، قبل از هر کاری برای دریافت اون اقدام کنید. تاییدیه از هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی. اگه شغل پیشنهادی شما جز مشاغل تخصصی سخت یا زیان آور باشه، باید از نهاد مربوطه شما تاییدیه بگیرید. این تاییدیه تنها در شرایطی صادر میشه که نیروی ایرانی برای اون شغل در دسترس نباشه و اما ثبت درخواست توسط کارفرما. فرایند اداری حتما باید توسط کارفرمای ایرانی در سامانه جامعه اشتغال اتباع خارجی انجام بشه. شما به تنهایی نمیتونید برای ویزای کاری اقدام کنید. همه چیز باید با همکاری کارفرمای شما باشه. و اما مزایای داشتن ویزای کاری چیه؟ داشتن این نوع ویزا به معنای کار کردن با حقوق قانونی و رسمی و دریافت بیمه و مزایای شغلی هست. اجتناب از خطر اخراج یا بازداشت توسط پلیس، داشتن امکان اقامت پایدار و درخواست‌های بعدی برای تمدید. این فرصت میتونه مسیر زندگی خیلی از مهاجرین افغانستانی در ایران رو تغییر بده، اما باید آگاهانه، دقیق و قانونی اقدام کنید. در شرایطی که بسیاری از مهاجرین هنوز در مشاغل غیر رسمی، بی حقوق و آسیب پذیر مشغول به کار هستند، این شرایط فراهم شده تا بتونن به طور قانونی کار کنن و این میتونه یک نقطه عطفی باشه. به ویژه در این روزها که فشار بر مهاجرین در ایران و کشورهای همسایه در حال افزایش هست. قانونمندسازی وضعیت شغلی نه تنها امنیت فردی بلکه آرامش خانواده ها رو هم تضمین میکنه. اما همچنان با چالش‌هایی مواجه هستیم. نبود کارفرمای مطمئن و قابل اعتماد، دشواری‌های تهیه پاسپورت، پیچیدگی‌های سامانه و هزینه‌های جانبی. برای همین ما به شما توصیه می‌کنیم که قبل از هر اقدامی حتما مشورت بگیرید و از منابع معتبر اطلاعات کسب کنید. دوستان، آیا شما تا به حال برای ویزای کاری اقدام کرده اید؟ آیا طی کردن این فرایند برای شما دشوار بوده؟ اگر تجربه‌ای در این خصوص دارید، میتونید تجربیاتتون رو برای ما کامنت کنید. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید و این ویدیو رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بگذارید.